این هیولای زیبا شاهکاری بی‌بدیل از مهندسین کمپانی بنزه که توان کشش بارش به 1000 تن میرسه. واقعاً عدد بزرگیه. آروکس SLT 4463 که نسل اولش در سال 2013 رونمایی شد. البته ناگفته نمونه که این کشنده استاندارد کارخانه نیست، بلکه نسخه تبدیل شده SLTه. اما این مدل سال 2025شه، اون هم با ارتفاع 4 متر، عرض 2.5 متر و طولش بسته به پیکربندی بین 5 متر و 70 سانتی متر تا 6 متر و 10 سانتی متره. همچنین مجهز به یک موتور خانواده OM مرسدس بنزه که نسخه 1000 تنیش توانی معادل 625 اسب بخار با گشتاوری معادل 3000 نیوتن متر داره. مخزن سوخت استانداردش 900 لیتره که تا 1500 لیتر قابل افزایشه. اما نسخه های سال 2025ش بسته به امکانات سفارشی سازی شدهش بین 180 تا 250 هزار یورو قیمت گذاری میشن. حالا اگر عاشق ماشین، تکنولوژی و صنعت هوانوردی هستی، دانستنی استار رو دنبال کن.